سلام دوستان، با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. گفتم که اول زیر کار رو رنگ نیمه براق روغن بزنید، بهش خوب اجازه بدین خوش بشه. بعد با یه چتکه رگه هایی که دوست دارین، حالا اون حالتاشو یا اون سنگی میخواین در بیاره رگه گذاری کنید. بعد با یه تنظیف و یه پارچه به تینر آغشته کنید و سعی کنید رگه ها رو نازک کنید، جوری بکشید که به حساب رنگ رو کامل پاک نکنه. بغلاش رو با اون تنظیف پاک کنید که به حساب کامل اون رگه ها از بین نره جوری و اون نازکی رگه باقی بمونه روی کار. سعی کنید دیگه همه جای کار حالا حالت به حساب ابرواد هم میشه بهش داد، خیلی راحته. اینا با تمرین آدم میتونه اینا رو یاد بگیره. واقعا چیزی نیست که اونقدر شما پولی بدین برای این آموزش یا اینا. بعد اینکه همه این کارا رو انجام دادین، اون آخر کار حالا میتونین برای حباب گذاری هم با یک به حساب آبپاش حالا داخلش یکم تینر بریزین و به صورت خیلی کم روی کار اسپری کنید تا اون حباب گذاری انجام بشه. خیلی شکل زیبایی رو به کار میده. آخرش هم یک کیلر بزنید که براقیت کار بیشتر بشه.